أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ وثاقه. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك عبادي. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديقي أخوي بردرو استو نكشان مدد بيمور بديم خاص هست يخوب السياح ويوتهم خبان بو تكليفي حجمي كم بود 12-15 نشید یک جو کرده مقصد نبور کردیم انشالله
اما 15 مقطع جمع‌آوری کرده زیر سفر شهر داشته هسته که همنا رو جمع کنیم نه عده تا 15 تاش بروریم تا دیگهش مونده انشالله تا دیگهش هم ثبت کنیم بگذاریم انشالله که با خدا خواسته باشه قفوی پیشروی میشیم. خاگم صدامون که خسته هست و هم خاطر خدا برکتون ته. اصل دین برادر عزیز الله سبحانه یار مددگارتون باشه. نشناختم اصل دین. یه خوبه دوستا حال احوالتون خوبه انشالله. خدا برکتون عطا کنه زنده و سربلند باشی. زنده و سربلند باشی برادر. الله سبحانه برکتون عطا کنه. راستی بعد او نشیدی که اخیرا ثبت کردیم خواستیم انشالله با اگم تا دیگه ثبت کنیم دیگه هم کمی سلفه و میگری پاچ کردن انشالله که خیره نصیب کرده باشه انشالله در خدمت هستیم. تلاوت هم میشه انشالله تلاوت ثبت میکنیم میگذاریم انشالله و اگم نشیدهای دیگر میشوند انشالله که انشالله. چند آیه چه میخوانم صدام قلق خسته هست برادر. اعوذ بالله من الشیطان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وأقيموا الوزن بالقسط والأرض وضعها للأنام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان یک روز خدا خواسته باشه مخصوصا این همگیت خوب است انشاءالله احوالکم خوبن. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فرمایید چه حال دارین؟ الله سبحان خواهر در زندگی برکت عطا کنه خداوند. شوهرش هدایت کنه.
باشد انشالله میخوانیم برادر. هر گونه ای که میبروید صدام خسته برادر احمد جان انشالله خواستیم یک صحبتی داشته باشیم با هم به مخاطر داخل شدیم که کمک صحبت کنیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قیام رجب علی روزی خوبی برادر، احوالات خوبان؟ خب احمد جان انشالله که میخونیم برای سخنها. عاصیمونا قبول بار خدایا ببخش، حرمت اهلی رسول بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. عمر جوانی کی بود جمله به غفلت گذشت، موسم پیری رسید بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. بنده بی طاعتم گشت گناه عادتم، دور کن از غفلتم بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. در پی عصیان شدم از عمل پسمان شدم، لیک پشیمان شدم بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. در عملی روزگار گیریه کنم زار زار، گیریه چو ابری بهار بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. بیشمر کردم گناه عمر بی کردم تباه، نامه بی کردم سیاه بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. در لحدی سحناک زیری سرم خیشت و خاک، با کفنی چاک چاک بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. جامی بیچاره ام از وطن آواره ام، با دلی صد پاره ام بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. سلامت باشن، الله برکت عطا کنه، زنده و سربلند باشی. سلامت باشی برادر عزیز، الله سبحان در امر جانتان برکت عطا کنه. خداوند سرفرازی هر جهان براتون نصیب گردانه. پروردگار هر یکی ما را در راه راست هدایت بفرمای. امین یا رب العالمین. قیام الدین برادر عزیز. خب قیام رجب علی برادر عزیز، انشالله که میتوانی همجا رقم ها هستن، انشالله گیره انشالله نویسین صحبت میکنیم. الله سبحان برکتتون عطا کنه، زنده و سربلند باشی. خداوند موفق تان بگردن و پروردگار رو این محبت هایی که بین ما هست هیچگاه الله زبدال بر پراکندش نسازه و خداوند همیشه پا برجا بمانه میخیر. امین یا رب العالمین. این نبی جانم
الحمد لله. جعفر حلیم برادر عزیز، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستم، شما خوبی؟ احوال خوب هستن؟ کاراتون خوب برادر؟ بله برادر، جانیک سفرو، بله. عبدالوهاب، بله میشناسم. دادر عبدالوهاب، دادر سبحان نگهبانش باشه، دادر من. النور برادر عزیز، نه 933 4 تا 906. من نمیدونم چه خیلی تا روی کردنش از جانب ما مشکل تره، به نظرم نوشته نمیشه. گیرین برادر النور برادر عزیز، 933 4 تا 906. بله الله سبحان نگهبانتون. برادر جونیک سفرو، برادر عبدالوهاب، خدا عمرش بتیه، برادر چای، الله سبحان نگهبانتون باشه. خب النور برادر عزیز، انشالله که میتونین بعدی خارج شدنمون زنگ زنین، انشالله صحبت میکنیم. خب چه حال دارین؟ حال احوالتون خوبن برادرایی که 20 نفر هستن؟ به همگی السلام علیکم و رحمت الله. اونایی که سلام نوشتن راستی بالاتر ما ندیدیم. بفرمایین انشالله برادرها. نگام گفتنی باشه انشالله در خدمت هستیم. زنده باشه برادر. خب انشالله که دعاگو باشین. انا نصیب کرده باشه در وصف پدر، سایه پدر یک نشیده هست انشالله که میبرویه، کمتر صدا بهتر شوند. انشالله براتون زمزمش میکنیم تا اینکه گوش اندازی برادرها. با پیشنهادی بعضی از شمایان که ما مقصد آهنگسازی کردیم. وحید جان، برادر وحید جان رازق سبحان فرزندکتان در عمر جان برکت چه عطا کنه پروردگار. سرفرازی هر دو جهان بر روح نصیب گردن الله سبحان در راه دین الصراط المستقیم استوارش کنه پروردگار. حافظ قرآنش بگردن، قاری با عمل، عالم دین و خدمت کننده اسلام و رحمت الله و برکاته و رحمت الله و برکاته. برادر ما سعد الله اسلام شما، علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خوب هستیم برادر، سلامت باشه. برادرمون عمر علی. خب یک نشید آماده ساختگی هستیم. خب یک گوش میکنیم سرجم کو چگونه هست، یا ثبتش کنیم به همین آهنگ یا نکنیم، یا آهنگ را دیگر گون بسازیم. به همین نمود به همین آهنگ میگه.
رشد و سامان دیدم در سایه دستی پدر، راحتی جان دیدم در سایه دستی پدر، رشد و سامان دیدم در سایه دستی پدر، راحتی جان دیدم در سایه دستی پدر. ای عزیزانی دلم بینید هر دم خویش را، چهره خندان دیدم در سایه دستی پدر. ای عزیزانی دلم بینید هر دم خویش را، چهره خندان دیدم در سایه دستی پدر. گرچه مادر جان به نزدم مردی کر، اما پدر ناز و الوان دیدم در سایه دستی پدر. گرچه مادر جان به نزدم مردی کر، اما پدر ناز و الوان دیدم در سایه دستی پدر. گرچه با سیری ندیدم آرزی ابروی او، لطف چندان دیدم در سایه دستی پدر. گرچه با سیری ندیدم آرزی ابروی او، لطف چندان دیدم در سایه دستی پدر. در کناری او ندیده فصل عمری من خزان دستی، در او ندیده فصل ندیده فصل عمری من خزان، نوبهاران دیدم در سایه دستی پدر. مشفق و غمخوار باشد دائما او بهر من سرابان دیدم در سایه دستی پدر. مشفق و غمخوار باشد دائما من سرابان دیدم در سایه دستی پدر. رشد و سامان دیدم در سایه دستی پدر، راحتی جان دیدم در سایه دستی پدر. انشاءالله که برادرها ایران نیت داریم که در کمترک وضعیت سلامتی بهتر شود، خدا خواسته باشه این را ثبت میکنیم. بعدا بعدا یک غزل دیگر هست، یعنی سبحان الله. برای برادری هست، برادری عزیز. انشاءالله محمد اقبال رشته انشاءالله که هست اینجا، خدا خواسته باشه که زمزمه میکنیم. به حد معنی های خوب داره برادر مسلم، برادر عزیز صلی الله علیه وسلم. شو غمگین زینا داری، انشاءالله خدا داری چه غم داری، نیتها داریم. یک آهنگ هست معنی های خوب داره.
مشو غمگین زیناداری مشو نومید زی بیماری اگر تنگ دست و ناچاری خدا داری چی غم داری به عالم غوسه بسیار است یکی بایو یکی خور است یکی بر لقمه زور است خدا داری چی غم داری فقیری گریه دارد غنی از شادی می بالد یتیم از فکر می نالد خدا داری چی غم داری شلاکی به همی آهنگ غنی امید جان کامل زاده قربان برادری عزیز امید جان خوب هستی احوال خوب هستن برادر برای برادران انشالله برای برادران یک تبت برای برادران برادر تکیه گاهم تو رفیقی خوبی راهم تو مرا پشت و پناهم تو برادر دولتی مایی برادر دولتی مایی منم شیدای لبخندت منم دیوانه پندت منم هم خون و دل بندد برادر دولتی مایی برادر دولتی مایی خداوند مددگارد رسولی حق بود یارد برار آید به هر کارد برادر دولتی مایی برادر دولتی مایی شود خوش رنگ گلزارد بگردد گرم بازارد برار تو گل گردد همه خارد برادر دولتی مایی برادر دولتی مایی نگردد قامتی تو خم نبینی هیچ گاهی غم همیشه باشی تو خورم برادر دولتی مایی برادر دولتی مایی برادر تکیه گاهم تو رفیقی خوبی راهم تو مرا پشت و پناهم تو برادر دولتی مایی برادر دولتی مایی زنده و سربلند باشه برادران الله سبحان نگهبانتون باشه امید جان حال احوالت خوبه کارکات خوبن زندگیات خوب هستن انشالله
خب برادر عزیز خداوند یار و مددگارتان باشه انشالله. خیلی مسرور خیلی مسرور خداوند یار و مددگارت باشه. درباره پدر میخواد خاطر برادرمون الله سبحان پدر عزیزشان رحمت مغفرت کرده باشه. خداوند سبحان براشون صبر عطا کنه. الله سبحان برای پدر عزیز جنت الفردوس الاعلی را نصیب بگردانه. خداوند برای برادرمون صبر جمیل عطا بفرماید ان شاء الله. در وصف پدر برای برادرمون مسرور جان خداوند سبحان نگهبان باشه. برادر الله برات صبر عطا کنه. ای پدر جان نوری چشمان قلبی گریانم پدر جان. پدر جان نوری چشمان دیده گریانم پدر. ای پدر جان نوری چشمان قلبی گریانم پدر جان. پدر جان نوری چشمان دیده گریانم پدر. ای پدر جان روزی مرگت من نبودم خانه ات پرغم و اندوه و کلفت می نمود کاشانه ات. ای پدر جان روزی مرگت من نبودم خانه ات پرغم و اندوه و کلفت می نمود کاشانه ات. می گریستم در غریبی با هزاران درد و غم. ای پدر جان هج نآیی تو دیگر بار خانه ات. ای پدر جان نوری چشمان قلبی گریانم پدر جان. پدر جان نوری چشمان دیده گریانم پدر. هر کجا بودم به یادت سر به افلاک می زدم جان. پدر می گفتم و سنگ را به سندان می زدم. همزه خوان در زندگانی بی نصیب گشت از پدر. وای پدر جانم کجایی گفته فریاد می زدم. ای پدر جان نوری چشمان قلبی گریانم پدر جان. پدر جان نوری چشمان دیده گریانم پدر. بله برادر خیلی بخشید نوشته است درباره یعنی جانم درباره نبی جانم یعنی انشاءالله زمزمه کنیم بحری برادر. خیلی بخشید که می نویسند. الله سبحانه نگهبانتون برادر.
صدام کمک خسته هستم. خوشا سرودی به یاد پیغمبر، بخوان درودی به نام پیغمبر. خوشا سرودی به یاد پیغمبر، بخوان درودی به نام پیغمبر. امیدی ما ز حق همین باشد، که مهر پیغمبر به یاد ما باشد. امیدی ما ز حق همین باشد، که مهر پیغمبر به یاد ما باشد. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم نبی، جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم نبی، جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. سلام قدسی بر روح پاکت محمدی امی، خوشا کنم سرمدید خاکت محمدی امی. دلم تمنا بر روز محشر شفاعت دارد، لقای روی مهی تو در راه جنت دارد. شای من زیان دارد، شامی من زیان دارد. بی مهرت بهانه دارد دلها، با عشقت بهانه دارد. با عشقت بهانه دارد. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم نبی، جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم نبی، جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. بشین به کنجی دلی شکستم نبی، نبی جانم، به روز عقبا میان غمها شفاعت من نظر کن ببین چارم من، مهری رویت به گفت و گوید ببین چی دارم من. ای بهتر ز هر چی در این عالم، محبوبی خدای هر یک عالم، محبوبی خدای هر یک عالم. در جان ها که جان شود دیگر، جان شد چون جهان شود دیگر، جان شد چون جهان شود دیگر. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم نبی، روح رب النبی. ای نجانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم نبی، جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی.
روح ربانم نبی. بله برادر النور برادر عزیز انشالله که خدا خواسته باشه یکم وقتای مناسب انشالله که در خدمت هستیم برادر در خصوص صحبت میکنیم برادر گرامی. خب خداوند سبحان یار و مددگارتان باشد دوستای عزیز. الله سبحان همگی را در راه دین صراط المستقیم استوار بگردانه. خداوند موفقتان بگردانه. الله سبحان سرفرازی هر جهان براتون نصیب بگردانه. خب یگان گفتنی دیگر نباشه ما خارج میشیم کمکک وضعیت سلامتی ما خوب نیست انشالله با یگان روزهای معین انشالله با در خدمت هستیم. خداوند سبحان برکت در خاندانتان برادرای غریب در عمر جانشون برکت چه کنه. خداوند با غنیمت زیاد به نزد اقرباشون پروردگار رو برسونشون. خداوند هر جایی که باشن الله سبحان نگهبانشون باشه نگهبانتان باشه. الله سبحان برکت هر جهان برای یک و یکی مناسب بگردانه. آمین یا رب العالمین. خداوند یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.